رانندگیت خوبه؟ عالی. رانندگی سرکار خانم شقایق خانم عالیه. بخش بزرگی از درختان خیابون ولیعصر رو ایشون انداختن. بارها و بارها اون آدمی که رفته زیر ماشینشون رو بردن رسوندن خودشون به بیمارستان، خیلی با وجدان خوب و بله با تعهد. آدم‌های زیادی هنوز میلنگن بعد از سالها. صافکارهای بسیاری در تهران و سایر شهرستان‌ها اصلا آباد شدن. بازم بگم نه خواهش. امروز هم تشریف آوردن ضبط. این بالا پارک میکنن میان. دوستشون یه رو به بعد اومدن گفتن خانم فراهانی اینجا اومدن، گفتن بله اینجا. گفتن ماشین روشن بود سوئیچ هم روش. یعنی وقتی میگن خانم فراهانی دارن میان، حالا هر جا سر کارشون یا مهمانمان یا هر چی، اون محل رو مثل همین قضیه کرونا تخلیه میکنن اول.